walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. غلام رسول حیدری 27 ساله عضو تیم والیبال شرکت هوایی کامیر می باشد. نخستین دوره رقابت‌های والیبال در کشور با اشتراک 6 تیم نمایندگی از 6 زون برگزار شده بود. در این رقابت‌ها تیم والیبال البلاد نماینده زون شمال کشور در فینال این رقابت‌ها با شکست دادن تیم بالای سر نماینده حوزه مرکز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. غلام رسول در این بازی‌ها در تیم قهرمان البلاد توپ زد و در پایان بازی‌ها بهترین بازیکن والیبال در سطح افغانستان برگزیده شد. غلام رسول حیدری کیست؟ از کجا تا اینجا رسید؟ غلام رسول حیدری مشهور به آقاغلان در سال 1372 در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب به دنیا آمد. دوره ابتدایی و متوسطه را در مکتب لیسه ابو یوسف انخویی خواند و بعداً برای فرا گرفتن دوره لیسه راهی مکتب ابو مسلم انخویی شد و از آنجا سند فراغت گرفت. او از کودکی علاقه زیادی به بازی والیبال داشت. استعداد برتری که وی در والیبال داشت در مقایسه بر سایر همقطارانش نمایان میشد. او در نوجوانی به میدان مسابقه های بزرگ والیبال پا میگذارد و با شوت‌های آهنینش نامش در زبان‌های مردم می‌افتد. غلام رسول مدتی بعد با تیم ولسوالی اندخوی در یک مسابقه والیبال در شهر مزار شریف اشتراک می‌کند. بعداً از غلام رسول تقاضای بازی در تیم افتاج بلخ صورت می‌گیرد. او مدتی 5 سال با تیم افتاج بلخ به قهرمانی‌های زیادی دست می‌یابد. مدتی بعد هم به تیم جوانان کابل می‌پیوندد. غلام رسول با تلاش پشتکار در سال 1393 عضویت تیم ملی والیبال افغانستان را به دست می آورد. او اکنون از 6 سال به این سو در تیم ملی والیبال افغانستان توپ می زند. او در بسیاری از مسابقات خارجی همچون کشورهای نیپال، هند، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان تیم ملی کشور را همراهی کرده است. تشویق‌های انگیزشی کمال‌الدین مامای غلام رسول سبب شد که وی تبدیل به یکی از اسطوره‌های والیبال در افغانستان شود. غلام رسول اکنون دانشجوی سمستر 5 رشته حقوق دانشگاه رهنورد میباشد. او متأهل و از قوم ترکمن میباشد. او با زبان‌های دری، ترکی و ازبکی بلدیت کامل دارد. نمونه دیگری از افتخارات جوانان ترکمن نقیب الله قاریزاده 26 ساله است. نقیب الله نیز اخیراً در رقابت‌های لیگ والیبال در ترکیب تیم قهرمان البلاد بازی کرد. او در این بازی‌ها نمایش خوبی از خود بر جا گذاشت. نقیب الله نیز عضویت تیم والیبال شرکت هوایی کامیر را دارد. نقیب الله در سال 1373 در قریه کمانگر یکی از دورافتاده‌ترین نقطه کشور چشم به جهان گشود. در سن 7 سالگی به مکتب لیسه ابو یوسف انخویی که در ولسوالی قرغان قرار دارد شامل می شود. او در دوران کودکی علاقه زیادی به بازی فوتبال داشت. او در دوران متعلمی گلکیپر تیم فوتبال مکتبش بود، اما چرخش زندگی او را به جای دیگری می‌کشاند. محمد اسماعیل برادر نقیب الله از بس که علاقه زیادی به بازی والیبال داشت، سبب می‌شود نقیب الله نیز با والیبال آشنا شود. نقیب الله در سن 14 سالگی اولین بازی خود را در میدان والیبال تجربه می‌کند. تجربه‌ای که مسیر زندگیش را تغییر می‌دهد. بعداً در وجود نقیب الله علاقه‌ای به این بازی پیدا می‌شود و در مدت کم در عرصه والیبال رشد چشمگیری می‌کند. در بازی‌هایی که او انجام داد، درخشش خوب او و تکنیک‌های فوق‌العاده‌اش سبب شد در کمترین زمان مشهور شده و علاقمندهای زیادی داشته باشد. با گذشت زمان نقیب الله به تیم منتخب ولایت فاریاب دعوت می‌شود. کوشش و زحمات بی‌وقفه وی او را به تیم استالف در ولایت بلخ می‌کشاند. مدتی بعد هم به تیم شرکت هوایی کامیر می‌پیوندد. او در مسابقات خارجی همچون کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان تیم کامیر را همراهی کرده است. نقیب الله قاریزاده اکنون دانشجوی سمستر 4 رشته حقوق در دانشگاه کاروان بلخ می باشد. او متأهل بوده و با زبانهای دری، پشتو و ترکی بلدیت کاملی دارد. قوم ترکمن در افغانستان همچون این دو جوانان با استعداد بیشماری دارد، در حالی که با نبود امکانات همچون افتخاراتی بر کشور می آفرینند.
اما در میز سیاست حق ترکمنها در افغانستان نادیده گرفته می شود.